عرضم به حضورتون، ما از انیتن مدل سلف هاستینگش رو استفاده میکنیم. خود انیتن رو هم میتونید توی کلود خودش استارت بزنید و میتونید هم از نسخه فریش استفاده بکنید، هم از نسخه استارت و پرو انترپرایزش. یه سری آپشن ها داره بهتون توی لیول های مختلف میده. مدل رایگانش هم محدودیت داره در تعداد انجام دادن تسک. ورژن سلف هاستد، حالا مدل های مختلف میتونید ستاپش بکنید از طریق npm، از طریق داکر. یه داکیومنت داره، میتونید استپ به استپ ببرید جلو، لوکال نصب بکنید روی لپتاپ خودتون اگر میخواین لوکال استفاده بکنید. حالا ورژن خلاصش و تمام این داستان ها به کنار، ما خودمون ارزم به حضورتون با یه مجموعه امان کردیم و میتونیم به صورت نامحدود سرور در اختیارتون قرار بدیم. میتونید درخواست بدید این سرورها رو بگیرید. حالا یه جامپی میزنیم میریم داخل اون داستانه. حالا انیتن رو شما اگر با اکانت های خودتون از طریق کلود خودش استارت بزنید، مراحل ثبت نام عادی و ساده. ارزم به حضورتون که تایم میاد بالا، من یه کانسپتی رو به صورت کلی خدمتتون عرض بکنم. هر پروژه‌ای که داخل انیتن شروع میکنه به کار کردن، یه دو تا مؤلفه، دو تا پارامتر، دو تا قسمت خیلی مهم داره برای اجرا. یک تریگر و دومی اکشن. به ازای یک اتفاقی، به ازای یک محرکه، یک پروژه، یک تسک توی انیتن، میک، زپیر، هر پلتفرم مشابه دیگه کار اتوماسیون انجام میده، استارت میشه و کار شروع میشه. شما یه سری مجموعه نود داری، این نودا میتونه کلی اپلیکیشن مختلف باشه، از برندها و بیزنس های مختلف مثل ایرتیبل، نوشن، وردپرس، لینکدین، انواع سرویس های گوگل، سرویس های AWS. همه چیز با این ابزارهای اتوماسیون اینتگریت میشه و یک تسک و یک کار انجام میشه. حالا از بیس کار آوردمتون جلو، من با اجازهتون اینها رو هم پر میکنم تا مراحل ثبت نام به پایان برسه. این صدایی هم که میشنوید صدای اژدها نیستید، گربه دارم سر صدا زیاد میکنه، از این بابت عذرخواهی میکنم. توی نسخه لوکال علاوه بر این که بهتون دسترسی کامل به تمام ابزاراشو میده، یه لایسنس هم بهتون میده که مادام العمر بتونید از تمام امکانات انیتن استفاده بکنید. و اما الان میریم اون اکتیویشن رو هم انجام میدیم، مراحلش هم با هم دیگه میبینیم. حالا صحبت هم الان خیلی بیسیکه، یه مقدار اگر تحمل بفرمایید میریم داخل روال کار. روی تمام اپلیکیشن هایی هم، یا روی تمام اکانت هایی هم که بهتون بدیم که بتونید بسازید و کار بکنید هم این لایسنس ها رو میتونید بگیرید. حالا فارغ از دومین، رو تعداد نامحدود فعلا میتونید استفاده کنید. برای فعال کردنش هم میرید توی ستینگ و اولین چیزی که ببینید همین آپشن اکتیویشن است. ما اکتیویتمون انجام میدیم. حالا میتونیم به صورت نامحدود از این ابزارمون استفاده بکنیم. خب دو تا اصطلاح مهم رو که با هم دیگه دیدیم، مورد اول بود ارزم به حضورتون تریگر و اکشن. حالا هفته پیش بیشتر بهش پرداختیم. دو قسمت مهم دیگه اینجا داریم به اسم ورک فلو و کردنشال. خب یک آپشن خیلی مهمی که ما توی انیتن نسبت به بقیه پلتفرم اتوماسیون داریم، این چیزی است که اینجا می‌بینید به اسم AI ایجنت. من الان از یک ورک فلو آماده استفاده کردم، یه دیفالت ساده. من حالا پاکش میکنم، از اول با هم دیگه مراحلش رو میریم. مثلا اینو پاک میکنم، یه دونه ورک فلوی دیگه درست میکنم از بیس. چیزی که من یه توضیح کلی میدم، ستاپ اولیه ساده رو، و بعدش با هم دیگه شروع میکنیم میریم داخل دل پروژه و یه چند تا تسک رو استارت میزنیم.
تارگت اولم هم اپلیکیشنی که میخوایم باش کانکشنمون رو برقرار بکنیم وردپرس هست و اگه برسیم نهایتا این که چیزی که توی وردپرس پابلیش بشه بتونه تو سوشال مدیاهای مختلف منتشر بشه. خب ببینید اینجا من داستان اولمون رو توضیح بدم در رابطه تریگر. این تریگر ها میتونن چیزهای مختلفی باشن. این تریگر اینجا ببینید الان یه چت داخلی داره، یه ایده خیلی ساده است از نودهای خود انیتنه. میتونیم به صورت چت استارت بزنیم و ورک فلومون رو استارت بزنیم. این ورک فلو استارت شد، تریگر فعال شد، به ازای مسیج فعال شد. کانسپتش همینه. حالا تو مثالای دیگه چی میشه؟ مثلا وردپرس وقتی یه مقاله جدید منتشر میشود، توی تلگرام، ربات تلگرام وقتی یک پیام جدید ارسال میشه، توی واتساپ وقتی شخصی به شما پیام میده، وقتی یه دونه API ریکوستی کال میشه، اصطلاحاً این ورک فلو ران میشه، اجرا میشه و به صورت نود بیس میره جلو. این دیزاینی که اینجا میبینید عملاً هم فرانت اندمونه هم بک اندمونه، یعنی بعد میتونیم سیوش کنیم، درشو ببندیم، این به عنوان بک اند میتونه توی بر زیر ساختمون فعالیت بکنه. خب من اول یه چت بات درست کردم که به عنوان تریگر کار رو استارت بکنه. من یه دونه AI ایجنت اینجا دارم. این AI ایجنت مغز متفکر است. برای فکر کردن نیاز داره به یه چت مدل. حالا اینجا شما لیست چت مدل هایی که وجود داره میتونید ببینید. API اینا رو میتونید بگیرید به سادگی. از دیپسیک میتونید API بگیرید، از جمینای میتونید بگیرید. این دیگه مغز متفکره فکرش رو از این مدل میگیره. چیزی که ما اینجا داریم استفاده میکنیم اوپن AI. حالا این چیزی که دقیقا الان باز میکنم مهمترین مرحله‌مون رو اجرا میکنه، کریدنشال است. باز هم اگر بیسیک هست صحبت هامون در حال حاضر، عذرخواهی میکنم، روالمون به زودی اتفاق میفته. شما هر پلتفرم، هم اپلیکیشن و اپلیکیشنی که بخوای باش یه اینتگریشنی بزنی، روش‌های مختلفی هست. مثلا توی گوگل اتنتیکیشن ورژن 2 رو داریم. پلتفرم‌هایی مثل اوپن ای آی، جمینای، مدل‌های مختلف با API کی کار میکنن، روش‌های مختلف. حالا با هم دیگه مدل‌های مختلفش رو میبینیم. یه دونه API کیه. تمام کانکشن هایی هم که بخواید برقرار بکنید شما دسترسی دارید به داکیومنتش به صورت کامل. میتونید ببینید که به عنوان مثال API کی رو بخوام بگیرم، از چه مرحله باید برم کجا، یه دونه اکانت اوپن آی بزنم، API کی بگیرم، باید برم توی اورگانایزیشن آیدی فلان فلان فلان. این مراحلش رو الان میخوایم با هم دیگه بریم. یه نکته خیلی مهم، توی تا اینجا شما چالشی در تو هزینه نداشتید، یه زیرساخت لازم دارید، ما بهتون میدیم. مورد دوم میشه در رابطه با گرفتن API از این مدل ها. API رایگان نیست. API به شدت ارزونه، الان بهتون داستانشو نشون میدم، ولی نیاز دارید که این رو تهیه بکنید. این رو ما براتون فراهم میکنیم به زودی توی پلتفرممون به اسم فینووین. راحت میتونید درخواست کارت بدین، کارتتون رو بردارید بزنید داخل پلتفرمی که میخواین و APIش رو بگیرید. از این بابت همین زیر ساختم برای پلتفرم اوپن ای آی برای دریافت اوپن ای. این چیزی که داریم تو چت جی پی تی و نسخه پلاس معمولی اصلا مهم نیست. شما وارد میشید توی platform.openai.com و بعد از عرضم به حضورتون ثبت اطلاعات بانکیتون میتونید ریکوست بدید برای گرفتن API. به عنوان مثال ما اینجا الان یه اطلاعات کارت رو زدیم، یه پرداختم من زدم $10. این $10 مثلا شاید 4 ماه ازش بیشتر حتی استفاده کردم، مثلا 1.37 حالا استفاده شده. من این کانکشن رو میخوام بهتون بگم که فقط ببینیدش تا شروع بکنیم بریم سمت پروژه دیگه‌مون. کل بیس صحبتامون بر اساس اجرا کردن این پروژه هست. یعنی هر بار ما این کارا رو میکنیم، میریم تو دل کار، شما خروجی ها رو میبینید و این داستان. حالا API کی که دارید اینجا میبینید شما هم دارید میبینید، یعنی تسته و بعدم پاک میشه
و خودتون هم میتونید ارزم به حضورتون که برای انجام دادنش همین مراحل ببینید. من یه دونه انیتن می نویسم. خب من یه دونه API کی الان گرفتم. تمام مراحلی که الان با هم دیگه رفتیم به سادگی توی داکیومنتش هم نوشته و تمام اپلیکیشن هایی که وجود داره توی انیتن موقعی که شما کریدنشالش رو می‌خواید انجام بدید داکیومنتش هست و میتونید ببینید. ارزم به حضورتون که ارگانایزیشن آیدیش آپشناله و سیو. من اینم بزنم اسم گذاری بکنم که بعدا قاطی نشه. من الان یه کانکشن برقرار کردم بین ارزم به حضورتون انیتن و اوپن ای آی. الان مدلی که ما داریم دیگه متصل شده به API اوپن ای آی. از چه مدلی دارم استفاده میکنم؟ چت جی پی تی 4 او مینی. تمام مدلایی که هست 4 3 و نیم مدل مختلفیه که میتونی بر اساس نیازتون اون خدمت رو انجام بده. من از چت جی پی تی 4 او مینی استفاده میکنم چون این مدل میتونه توی هزینه خیلی پایین اون کار تفکر و تحلیل رو هم انجام بده. من از این مدل استفاده میکنم. حالا بریم یه لحظه کاستش رو هم بهتون نشون بدم. ببینید من اینجا ارزم به حضورتون توی 30 روز گذشته من نمودارش لود بشه نمودارم بکشم. من تا حالا نزدیک به 995,990 1,000,000 توکن ایجاد کردم و کاستش شده 15 سنت بابت 1116 تا ریکوستی که انجام شده بین شروع تریگری که من ایجاد کردم و مدل که تسک رو انجام داده. ببین کاست به شدت پایینیه. مثلا امروز که داشتیم تست میکردیم میخواستیم سیستم پشتیبانی فینوین رو درست بکنیم، مثلا توی یه لود سنگین داشتم کار میکردم، هزینه شده 7 سنت. کاست به شدت پایینی داره. یعنی شما اگر کارت رو مثلا $20 شارژ بکنی، یک کسب و کار سنگین هم داشته باشی توی اسکیلی که مثلا روزانه فکر کنید 1000 تا ریکوست بزنه، هزینهش میشه نهایتا 15 سنت. حالا روش مختلف هست که اینو میشه کم هم کرد. خب ما الان این تیکه AI ایجنتمون رو متصل کردیم به یک مدل که بتونه از این به بعد فکر کنه. حالا فکر کردنه چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ این میتونه با فکر کردنه بره یه سری ابزار رو صدا بزنه. یعنی مهمترین قابلیت و آپشنی که این انیتنه به اون میخواد بده. AI ایجنت یه مموری هم لازم داره که بتونه فکر بکنه. میتونید تعداد مکالماتی که ارزم به حضورتون با اند یوزرتون دارید رو ذخیره بکنید. یه نکته ایه، وقتی این تعداد بره بالا یه بافر ایجاد میشه و تمام اون کلمات هر بار به سمت API ارسال میشه. یعنی 5 تا مکالمه آخر با جوابا به سمت API ارسال میشه. خب این توکن زیادی رو ایجاد میکنه، هزینه‌تون زیاد میشه. بر بعضی از کارها اصلا نیازی نیست که شما یه سری مگه اینکه مثلا بخواید یه چت مثلا پشتیبانی آنلاین بخواید درست بکنید رو واتساپ که مشتریاتون رو تو واتساپ هندل بکنه، 3 تا هم لازمه، 3 تا هم کافیه. مثلا بیشتر از این لازم نیست بزنید. اگه مثلا بذاریش 25 تا رکورد اخیر سوال جوابا رو تو خودش ذخیره میکنه و هر بار برای API میفرسته. برای همین یهویی ریکوستاتون میره بالا، یهو کاستش زیاد میشه. حالا این چت جی پی تی 4 او مینی هست. مدل‌های دیگه‌ای هستن که خیلی گران‌ترن. مثلا این ریکوست اگر روی اوتریمی بود مثلا شاید 5-6 دلار کسر میکنه. خب ما این مموری هم گذاشتیم دیگه. حالا مموری های مختلف داره. یه موقعی میتونید شما از مموری های دیگه استفاده بکنید. این مموری لوکال هاستد مال خود انیتن، میتونید از این ابزار استفاده بکنید. یه چیز دیگه که نیاز داریم و پروژه رو بر اساس نیازمون میخوایم ست بکنیم. به عنوان مثال
ما هفته پیش اومدیم یه مثال که زدیم، یه کلندرش بهش اضافه کردیم، کلکیلیتر اضافه کردیم که یه سری محاسبات انجام بده. امروز هم میخوام یه چیز ساده اضافه کنم، حالا تسکای پیچیده‌تر هم میذارم براتون، فقط میخوام یه کلیتی ازش ببینید. من فکر کنم اینجا یه چیز ساده میشه. ویکیپدیا رو تو ویکیپدیا سرچ میکنه، این ابزار میره براتون تو ویکیپدیا سرچ میکنه این تولز. خب یه کانفیگوریشن هم اینجا داریم، خب که شما میتونی به یه سری آپشن ها بدی. حالا این پروژه دیفالت ها، اینو فعلا میبندم، الان میخوام شروع کنم. حالا من مجدد استارت میزنم، اینجا بهش میگم مثلا این پروژم ران شد، ای ایجنت رفت اوپن ای آی رو کال کرد. حالا شما خروجی اوپن ای آی رو میتونی ببینی، مثلا ورودیش چی بوده؟ ورودیش بوده سلام، این اومده یه رسپاند بده گفته سلام چطور میتونم کمک کنم. شما یو آی هم اینجا میتونید ببینید. حالا من از آپشنش میخوام رونمایی بکنم. ببین من یه دونه اینجا ابزار ماشین حساب گذاشتم، یه دونم ویکیپدیا. حالا این بار میخوام یه تسک بهش بدم که اون تسکر بره انجام بده. میگم که لطفاً 7 رو ضرب کن در 989 و راجع به قدمت تهران توی ویکیپدیا جستجو کن. خب من تسکر اجرا کردم، رفت سراغ مدل، سوال منو درک کرد، رفت تو کلکیلیتر محاسبهش انجام داد، از ویکیپدیا هم ریکوست گرفت، جفتشون رو برگشت برد رو ای آی ایجنت. ای آی ایجنت دوباره ریکوست زد به اوپن ای آی مدل و خروجی رو برگردون. گفت آقا نتیجه ضرب میشه 6923. خروجی اینو ببینید، نگاه کن، یک کوئری بهش داد، میبینید 7 ضرب در 989 رسپانس شد این عدد. تاریخچه تهران پایتخت فلان و بسار و این داستانا، از سورس ویکیپدیا رو برگردون. کوئریش چی بود؟ یه کوئری زد هیستوری اف تهران، رسپاندش چی شد این. به این حالا اینو تصور کنید که من اینجا میتونم بی نهایت ابزار مختلف رو شروع بکنم به صدا زدن. به عنوان مثال شما یه کسب و کار داری تو حوزه تولید محتوا، داری بلاگ درست میکنی، داری تصویر درست میکنی، ویدیو داری درست میکنی، پادکست داری درست میکنی، عرضم به حضورتون میرن برش میدارن، یکی میره بلاگ پستش آماده میکنه، یکی میره بنرش آماده میکنه، یکی میره ویدیو براش آماده میکنه. یه کار روال خاصی داره دیگه، یه پایپلاین، مثلا یه نفر تحقیق میکنه، کیورد ریسرچ میکنه فلان. ببین تعداد تسکا مثلا جمعش میشه 17-18 تا. به احتمال زیاد خب با توجه به چیزی که تا حالا دیدم شما میتونی حدود 40-50% از شما میتونی 40-50% از چیزی که به صورت دیفالت و دستی داشته انجام میشه داره بیاری تو انیتن. ساختارش چجوریه؟ مثل همین مثال ساده است. به عنوان مثال شما یه دونه HTTP request میزنی، این HTTP request چی رو کال میکنه؟ API مثلا گوگل رو کال میکنه برای گرفتن تاپ سرچ کوئری ها. میتونی از طریق HTTP request این بدنه رو پر بکنی، این ریکوست میزنه به API و جواب رو میگیری، جواب ارسال میشه به این ایجنت نگهش میداره. مثلا شما 4 تا تسک دیگه هم بهش دادی، 4 تا تسک رو میره انجام میده، بهت خروجی میده. حالا اینجا روال خروجیمون اینجا بود که ما اینجا بذار چت داشتیم میدیدیم، میتونی ورداری ببریش بیرون. مثلا یه سیستم منیجمنت داری داخل تلگرام، خروجی رو اصلا میتونی ببری داخل تلگرام. به عنوان مثال
اصلا خودت یه CRM داری، همه چیز شسته رفته داخل اونجاست. میتونی یه دونه HTTP ریکوست بزنی، خروجی رو کلا برداری، پست کنی، ببری داخل پلتفرم خودت، دونه دونه پارامتراشو بچینی. حالا چند تا پروژه داریم با هم دیگه میبینیم برای اینکه بتونی طرز تفکر بهتری نسبت بهش پیدا بکنی. عرضم به حضورتون که این یکی از آپشن هایی است که داخل N8 میتونید داشته باشید. حالا این یه مثال خیلی ساده بود. این مثال رو ما برمی‌داریم چیکارش میکنیم؟ ما تمام جلساتمون از این بعد مرتب هفته‌ای یک جلسه یک شنبه ها به صورت نامحدود همیشه هست. این زیر ساخته آماده میشه. احتمال زیاد یه سری اپلیکیشن های دیگه هم حتی وجود داشته باشن که نیاز به پرداخت داشته باشه، کار مالیشو براتون هندل میکنیم. و یه گروه واتساپی هم داریم، رو براتون میفرستم، توی اون جوین میشید. ما سناریو میذاریم تو طول هفته. مثلا کسب و کار داریم، مثلا یه کسب و کار هست، آقای ملوهیمی یه کسب و کار داره تو حوزه گوگل ادز. یه چالش داره، چالشش اینه که میخواد بدونه اگر یک تبلیغ دهنده ای بودجهش داره تمام میشه 3-4 روز قبلش نوتیفای بشه. خب کار مختلفی میشه کرد، اصلا میشه یه لیست در آورد، کل این پروژه رو داد و ستاپش کرد و از دل اینا کلی محصول و ایده میشه آورد بیرون. حالا مثال میزنم براتون، مثال مختلف. یه مدل دیگه ای از ارزان به حضورتون سناریوهایی که انیتن میتونه هندل بکنه بدون اینکه شما نیاز داشته باشید از یه ایجنت استفاده بکنید. اصلا میخواین فعلا ورود نکنید به API که از اوپن ای یا هر مدل دیگه میگیرید و شامل هزینه است. من یه مثال براتون بزنم اینجا. این یه انیتن روی دامین دیگه ای هست. ببین اینجا رو یه سناریو خیلی ساده. من بر اساس نیازم و یه چیزی حدود با AI حدود 500-520 تا کانتنت درست کردم. یکی از چالش هایی که داشتم این بود، میخواستم داخل کانتنتم یه لینکدهی داخلی انجام بدم. حالا بذار سرچ بکنیم ببینیم اینجا. ببینید اینجا یه بکلینک داره، نقد کردن درآمد یوتیوب. کوئریمو گذاشتم که بکلینک بدم به صفحه اصلی. خب این 500 تا مقاله بود، برای من کار سختی بود که بشینم دونه دونه بگردم دنبال این کوئریه. بعضی از مقالات هم مثلا این کوئریه رو هم ندارن. این میتونه به صورت خطی هم کار بکنه. ببین من یه وب هوک ست کردم، حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. یه دونه پست آیدی برام داره ارسال میکنه. حالا اینکه منبعش چیه، از کجا داره ارسال میکنه بکنه. بذار من بازش هم بکنم، یه کیسش رو با هم دیگه ببینیم. ببین این وب هوکه خب یه دونه پست آیدی رو برام فرستاده. بعد این دیتا داره ما نمیبینیم، مثلا یه پارامتر مختلف. من پست آیدی رو میخواستم. این پست آیدیه اومده یه دونه نود وردپرس رو، من گفتم یه پست میخوام که پست آیدیش اینه که تو مرحله قبل گرفتم. دیتاشو برام برگردونده. این متن کانتنتیه که من نیاز داشتم. اومدم یه دونه کد جاوا اسکریپت نوشتم، کدش هم چت جی پی تی. این نیاز به کتابخونه نداره، یعنی هم جاوا اسکریپت میتونید داخلش ران بکنید ببینید این نود، هم میتونید پایتون ران بکنید. این میاد این متنی که دارم رو میگیره، میگرده، نقد کردن درآمد یوتیوب پیدا میکنه، بکلینکش میکنه با آدرس سایت اصلی، دوباره فایل رو برمیگردونه. این نود بعدی میاد فایل وردپرس همون پست آیدی که داشتیم رو دوباره آپدیت میکنه. این کار کلا تو 1 ثانیه اتفاق میفته. یه دونه بکلینک اینجا کاشته میشه. حالا الان میخوایم بریم سراغ چالش هایی که این داستانه میتونه داشته باشه. بعد اگر وقت داشتیم میتونیم بریم سراغ گپ های خیلی مهمتر.
یک ابزار رو صدا بزنم. حالا میخوام کار کانکشنش انجام بدم. کانکشنش هم یه مقدار پیچیده است، اگه بتونیم با هم دیگه ببینیمش چیز احتمالاً مناسب باشه. من میخوام یک پست رو داخل وردپرسم بگیرم. حالا این نوده مهم نیست، اینجا میتونید هر چیزی رو که ازش تغییر بدین. تمام اون آپشنایی که اینجا دیدید توی این فیلدا قابلیت تغییر رو داره. اولین مرحله ایجاد یک کردنشال هست. من داکیومنتش رو هم باز میکنم و مراحلش رو با هم دیگه میریم میبینیم. من یه دونه کردنشال هم توی میک دارم. البته تو میک اسمش این نیست، بهش میگن کانکشن. من کانکشنم رو باز کنم فقط یه مقایسه ببینید ازش. بعضی موقع انقدر این اینتگریشن توی انیتم پیچیده میشه که ما در نهایت میایم استفاده میکنیم از یه ابزاری مثل میک برای اینکه یه اینتگریشن ساده بزنیم. و اینجا یه دونه API کی با یه دونه API کی مثل چیزی که توی اوپن ای دیدید خودتون چقدر ساده. API کی گرفتیم زدیم تموم شد. اما چیزی که اینجا میبینیم یه چیز پیچیده ایه. یه دونه اکانت باید درست بکنیم، یوزرنیم پسورد میخواد و داستان. حالا داکیومنتش هم همون مقدار پیچیدگی خودش رو هم داره. این صحبتی بود که اول براتون انجام میگفتم شاید بریم داخل یه چیزی چالش داشته باشه. احتمالاً پیشا پیش بهتون میگم این یکی از همون کارهاییه که احتمالاً با چالش بزنش درگیر شدیم شاید احتمالاً و یه 10 دقیقه رو شاید زمانمون رو بگیره. خب تو وردپرس میگه که یه دونه کردنشال اتنتیکیت باید این مراحل رو برید جلو. یه دونه بیسیک اتنتیکیشن داره و برای کانفیگوریشن شما یه دونه یوزرنیم پسورد لازم دارید. باید برید تو استپ وریفیکیشن رو ران بکنید. برای این کار هم باید برید توی وردپرس قسمت پروفایل، قسمت سکیوریتی. خب من الان یه دونه کاربر درست کردم و اینجا باید خب فکر کنم اینه رمز عبور جدید. خب انشالله که همینه. پسورد، دومین، نام کاربر هم خب حالا من میخوام یه تست بکنم ازش. من میخوام یک پستی رو برم بگیرم. من میام توی نوشته هام، همین نوشته ها، و میام یکی از پستایی که منتشر کردم رو میگیرم. یه دونه پست آیدی میخوام. چگونه کانال یوتیوب روایتگری مواجه با اجنه را بسازیم با عنوان مثال. خب
خب ببین، من الان یه دونه فایل جیسون خروجی گرفتم از طریق این کانکشنی که برقرار کردیم. من الان کل پستم رو رفتم گرفتم. حالا میتونم یک بلایی سر این پستی که میخوام در بیارم. به عنوان مثال من میتونم این رو برگردونم. یه سناریو براتون مثال بزنم. من اینو میتونم برگردونم اینجا، اینو پاک کنم، ریکوستمو بزنم به وردپرس خودم، وردپرس رو بیارم اینجا، متن رو بدم به AI ایجنت، خروجیمو بدم به AI ایجنت و بعدش به عنوان مثال یه نتیجه رو تحت عنوان این که مثلا عرضم به حضورتون تبدیل شده به یه محتوای کوتاه شده مناسب برای سوشال مدیا رو بگیرم. خب من میام تو مرحله اول این یکی از مهمترین آپشن هایی که توی انیتن وجود داره برای اینکه بتونید هر بار به صورت اتومات یه سری فیلد رو پر بکنید. مثلا اینجا دیدیم ما کد رو دستی نوشته بودیم دیگه. خب میتونید درگ اند دراپ فیلدی که میخواین از طریق اتوماسیون نوشته بشه رو از استپ بعدی بگیرید که به همون شکل براتون نشون داده بشه. حالا من میخوام مثلا تو چت برام پست آیدی رو بفرستم، این بیاد و عرضم به حضورتون که این فایل رو برگردونه. حالا میام سراغ ابزار بعدیمون، سراغ ایجنتمون و این رو میخوایم استارت بزنیم و باش کار بکنیم. پرامپت یوزر چی میشه؟ من بهش گفتم که از طریق یه چت بات من میام بهت پست آیدی رو میدم، تو بیا برو تو وردپرس اون پست مربوطه رو بگیر. حالا به عنوان مثال برای اینکه پروژه سنگین نشه میخوام بهش بگم که فقط برو تایتل رو بگیر و از تایتل رو تبدیل بکنیم برای یه پست مناسب لینکدین. خب اینجا مقالمون یه دونه تایتل داره. من همین تایتل رو به عنوان پرامپت کاربر بهش میدم. بعد میام بهش میگم که فارسی هم می‌نویسم فعلا، نیاز ندارم انگلیسی می‌نویسم. میگم که توی دستیار هوشمند هستی که از یک تایتل مقاله یه پست مناسب درست میکنی برای لینکدین. خب بریم با هم دیگه اینو تست کنیم. یه دونه پست آیدی دیگه پیدا و یه دونه کانتنت دیگه رو باز کنیم. پست آیدیش 12588. من میرم تو چت بات میزنم 12588 12588. وردپرس رفت اونو گرفت. اینجا یه خطا داریم. چی میگه؟ مموریمون به مشکل خورد. خب مموری رو میدم چی میده؟ یه چیز ثابت میذاریم، ولی حالا اینو توضیح میدم بهتون که داستانش کلا چیه، چجوری باید این هم هر بار یه فیلد مناسب بگیره. خب دوباره تستش میکنیم. 12588.
از ویکی‌پدیا استفاده کرد. یعنی باید بریم تعریف کنم که براش سناریو دیگه ای میخواستم بنویسم، ولی خب رفت از ویکی‌پدیا یه ریکوست زد به ویکی‌پدیا برای اینکه بتونه داستان بهتری رو در بیاره. حالا ببینید چه بود بلند بزرگ نمیشه. اینجا پستمون چی بود؟ چگونه کانال یوتیوب اسکان زمین در مکانهای متروکه بسازیم. این یه دونه متن براش نوشت، یه سری توضیحات و چند تا هشتگ. رفت از این ابزارم استفاده کرده. حالا اشتباه این کار انجام داد چون من بهش نگفته بودم. اینجا میتونم بهش بگم که برای گرفتن دیتای بیشتر اجازه نداری از ویکی‌پدیا استفاده. بریم یه پست دیگه انتخاب کنیم. چگونه کانال یوتیوب چالش یافتن جعبه مخفی در دل طبیعت. پست آیدیش چنده؟ 12492. چت و داد، رفت پست رو گرفت. ایجنت رفت دستوری که من بهش دادم رو خون، از چت جی پی تی داره کمک میگیره یه دونه پست بسازه. این بار دیدین از ویکی‌پدیا استفاده نکرد، کانتنت رو خودش ساخت با همون مدل اوپن ای آی که اینجا داشتیم. خب حالا یه نکته خیلی مهم، شما توی بدنه ایجنتتون تو قسمت سیستم پرامپت میتونید بهش بگید که از چی استفاده بکن، از چی استفاده نکن. حالا این میتونه ادامه هم داشته باشه. اینجا میتونه بیاد لینکدین، خب create post، بیام اینجا تکست متنی که به عنوان اوتپوت هست رو بیارم بذارم اینجا و این خروجی این پست مستقیما پست بشه داخل لینکدین بر اساس اتوماسیون. حالا این میتونه یه تریگر زمان بندی شده باشه، هر زمان که یک پست داخل ارزم به حضورتون وردپرس پابلیش شد تایتلش رو بگیره، با استفاده از تایتل یه دونه پست براش درست کنه و توی لینکدین پابلیشش بکنه. حالا الان داستان پیچیده میشه چون کانکشن لینکدین از طریق نیتن خیلی چیز پیچیده ایه. حالا اصلا نشونش هم نمیدم بهتون، یه چیزی شبیه فیسبوک دیولپر و گوگل کنسول داره، باید برید اونجا ریکوست بزنید بگید چه کاره هستید، چرا این کارو دارید میکنید و یه عالم ماجرا دیگه تا قبول ازتون بکنه که شما بتونید تو لینکدین پست بکنید. حالا من بیام یه چیز دیگه اینور بهتون نشون بدم. این سناریو دیدین، بک لینک دادن به پست، این چیزی که خودمون زدیم رو دیدید در رابطه با این که از روی تایتل یه مقاله بیاد یه پست درست بکنه تو لینکدین. این چیزایی بود که همینجوری الان داخلش داریم پرسه میزنیم برای اینکه صرفا بتون نشون بدم آپشن هایی که این محصول نیتن داره چی هست. من حالا کاملش هم بکنم. این سناریویه که از طریق میک میاد کار پست رو انجام میده براتون. داستانش چیه؟ اینکه از طریق یک تریگری که فعاله اطلاعات مورد نیاز برای ساخت یک کانتنت میاد توی ای آی ایجنتمون که شامل تایتل هست، یه دیسکریپشن داره، لینک محتوای هست و پست آیدیه. توی دستوراتش گفتم تکست و اکسپرت رو بگیر، سیستم مسیجش هم توی دستیار هوشمندی که یک تایتل و یک اکسپکت داری برای یه مقاله است، میگیریش از طریقش یه دونه متن کوتاه مناسب لینکدین میسازی. از تولید ستاره هم تو خروجی بپریز. بازم اینا چیزای ساده است، نه ابزارهای مختلف دیگه ای نداره. حالا یه مثال براتون میزنم که این ابزاره رو اوکی هندل بکنه براتون. و در نهایت یه HTTP ریکوسته که این HTTP ریکوسته خدمت اصلیش اینجاست توی میک. بر حسب سختی که توی ستاپ
لینکدین داریم داخل انیتن، هم میک استفاده کردم برای پابلیشش. خروجیش چی میشه؟ خروجیش میشه یه همچین چیزی. این مرحله که انجام شد داخل انیتن، این ورکفلو به صورت اتوماتیک انجام میشه. این HTTP ریکوستی که اینجا داریم، این وب هوک رو داخل انیتن داخل میک فعال میکنه و یه پست داخل لینکدین منتشر میشه به صورت اتوماتیک. سناریوش چیه؟ هر زمان که داخل این سایت یک پست منتشر شد، هر 3 ساعت یه بار چک میکنه، هرچی منتشر شده باشه اینجا میاد براتون پابلیش میکنه. ببین اینجا مثلا 15 ساعت گذشته یه دونه ارزم به حضورتون ویدیو گذاشته شده، بعدی مثلا 19 ساعت پیش، 22 ساعت پیش، یه روز پیش، مرتب این اتوماسیونه براش این اتوماسیونه در حال کار کردنه.